سلام برابک، چطوری؟ خوش اومدی به ویدیو دیگه از کانال. آقا من امروز تصمیم گرفتم که بشینم ماینکرافت پلی بدم. فقط مشکل اینجاست که بلد نیستم، نوبم، به شدت نوبم. تا حالا بازی تا حالا بازی کردم و ماینکرافت جاوا بازی نکردم و قراره کلی به نوب بودن من بخرم. بدون راحتی میز رو لیتس گو. خب سیدش زیاد بد نیست. اینجا باطلاقه، یعنی که داخلشی درخت آزیلیا. خوبه راضیم اگه دور بر ویلیج باشه چه بهتر، چون کم یکم زیاد. اوکی. خب فقط اینجوری خوب نیست. اسکین هم چرا نیومده؟ بلش کن، قسمت بعد اسکین رو میاریم دوستان. فقط یه شیدر هم بزنیم، جلا بدیم بهش. ویدیو ستینگ شیدر نهاش. اینم از شیدر. فقط بذارینم شیدر تنظیماتش چجوریه. ویدیو شیدر خب ما زیاد بقیهش دست نمیزنیم. چرا پوتیتوش اینه؟ ببینیم پوتیتوش چجوریه. پوتیتو داره، وریلو داره. ابرو چرا اینجوری شدن؟ نه پوتیتوش واقعا تصفیم کردم. الان بچه این پوتیتو، این اولترا واقعا خیلی قشنگ تر شد. دقت کنین. اف استراپ دارم میگیرم. آره کول. این اف چنده میزنید اون چیزات میاد بالا. اف یک که نه، اف دو هم که عکس گرفت. اف سه آره اف بی استراپ داره میگیره. اوکی. بعد چانکو بیارم پایین. چانکو گذاشتم رو 16. چانک آپشن اف او بیارم بچه. آوردم 90. البته احتمالا بیشترش کنم. ویدیو ستینگ چانک رو 16. چانکو بزنیم روی 8 حالت دیفالت. خب چانک 8 با چی زوم میکنه؟ دکمه ها رو یکی یکی امتحان کنه. با سیه، با سی زوم میکنه. اوکی. بریم از همین الان شروع کنیم درخت زدن، گوسفند پیدا کردن و بعدش هم اگه شد یه ویلیج پیدا کنیم. شب شده. بله و ما از جایی رو پیدا کردیم برای رفتیم. بریم آقا یه قایق پیدا کنم بریم اینجا. قایق یعنی بس. چرا یهو تاریک شد؟ شیدره. نه تو رو خدا یه ثانیه. خوبه. اینجا چیه؟ وات؟ اوکی. خب پس سالاد. قایق. بزن بریم. خب کم کم داره صبح میشه.
کم کم داره صبح میشه. اما هنوز ویلیج پیدا نکردیم. هنوز نه گوسفند پیدا کردیم نه ویلیج. گوشت زامبی داریم میخوریم، خیلی عالی. حالا کم کم داره صبح میشه. میخوام اول از همه برم سراغ چند تا کار. اول از همه میخوام اون جایی که اسمش رو یادم نمیاد و دراوند ها اونجا زندگی میکنن. شو دارم فلسفی حرف میزنم. آقا اونجا که دراوند ها زندگی میکنن اونجا میخوام برم لوت کنم. الان که داره صبح میشه. دیشب شب بود و نشد لوت کنم، زنده میموندم. الان داره صبح میشه، رسیدیم بهش. همینه. شب شد دوباره، تازه صبح شده بود. آهن من هر جا آهن ببینم اصلا مهم نیست کجایه. من اینجا رو میرم میکنم تو دیوار تا صبح میمونم. میبینم اتون. خب آقا من صبر کردم صبح شه تا اون موقع اینجا دکم آهن پختم و اینا، ولی دیر فهمیدم صبح شد چون داشت بارون میومد. من دیر فهمیدم صبح شده. خب آقا روستا که پیدا نکردیم، ولی من دیدم اینجا خیلی جای قشنگیه، خیلی جای اوکیه. تصمیم گرفتم همینجا خونه رو بسازیم، بعدم بگردیم دنبال روستا که ویلیجر بیاریم. آره جای قشنگه، احتمال همین دور. چه هشبای قشنگی. اینم روستا هم اوکی شد. اینم از روستا خوبه. احتمال همین دور دیگه حتمی شد 100%. احتمال همین دور برات احتمالا اینجا یا اون طرف هست، همینجا بهتره. اینجا یا این قسمت یا اینجا. جا زیاده برای ساخت خونه. یه جا همین دور برات احتمالا اینجا میسازم، یا اینجا احتمال زیاد، یا اینجایی که دارم میبینی، یا همینجا خونه میسازم. ولی چه شانسی واقعا. من فقط دیدم جاش قشنگه، گفتم همینجا بیسو بسازیم. ویلیج هم که پیدا شد، شانس. خب هیویلاش فعلا کار نداریم.
خونه خالیه، خالی. این چست نداره، اینم چست نداره. این داره. بذار فعلا وسایل چستاش دست نزنیم. این چیه؟ این نکنه چقدر هم هیبل داره روست. به سماش خوب هستیم. آها نه این چیزه خونه. بله میدونم میفهمین چی میگم ولی باشه. اینجا روستاش هم چقدر بی‌برکته. یه خونه دیگه هم اونجا هسته که چست داره، بریم اونم لوت کنیم. این هم که توش یه دونه از این چیزا داره. نون بزن منظور. خوبه پس فعلا خونه موقتمون همین باشه. یکم به سر روی اینجا میرسم میبینم. خب آقا اینم از این خونه رو یکم مرتب کردم. دوستا رو دادم بود چیدم همه رو. 3 تا چیزم گذاشتم اینجا. تختم از این. راستی چی میخواستم بگم. یه چند تا آهن گیره من اومد که با یکیش سپر درست کردم. یه دونه از آهن‌ها سپر درست کردم. با 3 تاشم یه دونه سطل درست کردم، میشه 4 تا. 11 تا هم اینجا میشه 15 تا. من 15 تا آهن جمع کردم که 4 تاش استفاده کردم. تا اینو بگم 11 تا آهن برمونده دیگه. یه چیز دیگه نیست که بهتون بیرون خونه هم تغییری ندادم، همجوری گذاشتم باشه. همش همونجوریه که هستش. تخت منه، بلند شو. خب بخوابیم بیدارشیم. اینم از این. چرا الان میخوابی؟ صبح شده. خب آقا این بود ویدیو امروز. اسکینم خیلی بده. مطمئن باشین ویدیو بعد اسکین رو درست کنم. اینم از ویلیج. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوهای بعد فعلا.